در دانشگاه دولتی کلاب با مقصد گرامی داشت خاطره نیکی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی چاره‌بینی علمی و ادبی تحت عنوان حکمت رودکی دایر شد. از رفت چاره‌بینی همکارانمان گزارش می‌دهند. کاری چاره‌بینی با گذاشتن گلچنبر در نزد مجسمه قافله سالار نظمی تاجیک استاد شاعران ابو عبدالله رودکی در صحن دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی آغاز گردید. سپس مهمانان در درآمدگاه بینای مأموری دانشگاه از نمایش اثرهای پیشوای ملت، دستاوردهای هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه و مؤسسه‌های شهر و دهات کلاب دیدن نمودند. ضمن ارائه سخن افتتاحی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون ابراز داشتند که ابو عبدالله رودکی نه تنها پایه‌گذار ادبیات فارس و تاجیک، آدم شعرا، سلطان شاعران، قافله سالار شعر و صاحبقران شاعری، بلکه رمز بیداری و خودشناسی و استقلال خواهی، اینچنین رمز جاویدانه ادب و فرهنگ ملی کهن‌بنیاد تاجیک میباشد. در دوران صاحب استقلالی ما نیز با بزرگداشت روزهای اشخاصان برجسته چاره‌بینی‌های گوناگون علمی و فرهنگی برگزار می‌شود. یکی از این نمایندگان علم و ادب، شاعر، اساسگزار ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی می باشد. استاد ابو عبدالله رودکی با آثار ماندگار در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک همچون شاعر پربار و ایجادیاتش که با مضمون‌های وطن دوستانه، تصویر طبیعت، عشق، فلسفه کسب کردن، همچون شاعر و قافله سالار نظم ادبیات ما معرفی گردیده است. در ادامه همایش دیگر برآمدکنندگان ابراز داشتند که ابو عبدالله رودکی همچون قافله سالار ادبیات کلاسیک تاجیک در آسمان علم و ادب مانند ستاره‌های درخشان جلوه‌گر میباشد. نامش جعفر بوده. با تخلص رودکی در تمام دنیا مشهور است. از آثار ادبی رودکی به ما قصه مادر می، شکایت از پیری، سنبادنامه، کلیله و دیمنه، دوران آفتاب باقی مانده است. ایجادیات استاد رودکی گوناگون جبهه بوده، موضوعهای مختلف را در بر میگیرد. در ایجادیات استاد رودکی موضوع پند و اخلاق پیش از همه در جای اساسی است. استاد رودکی با خواننده امروز توسط اشعار بلند مضمون خود درس عبرت میدهد که این با روی هر یک جوان مخصوصا نسل نورس اهمیت علمی، تربیوی و استتیکی را کسب میکند. باعث قید است که ادبیات این آینه زندگی است. واقعا هم چنین است. ما در ایجادیات استاد رودکی میبینیم که استاد رودکی مردی و مردانگی، شجاعت و دلیری و فروتنی را پیش از همه در دستگیری یکدیگر، اتحاد و همبستگی میبیند که ما از رباعیات استاد این را برعلا مشاهده میکنیم. گفته شد که بسارمزی است که همسالت در تاجیکستان عزیز ما گذراندن چاره‌بینی گرامی داشته سردفتر ادبیات عالمگیر تاجیک و فارس روز تواناترین شاعر دوران سامانیان قافله سالار ابو عبدالله رودکی تجلیل کرده می شود. بزرگداشت ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی و مقرر نمودن روز رودکی چون عید شعر و ادب در کشور دلیل معتمد توجه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان به تاریخ، فرهنگ و ادبیات عالمشمول ملت کهن‌بنیاد تاجیک می باشد. در فرجام قسم رسمی چاره‌بینی به قطار استادان و کارمندان دانشگاه و فعالان شهر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شدند. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی برنامه تئاتر کننده شده کارمندان انسامبل نوای دانشگاه و ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون عبارت از صوت و نوا و قرائت پارچه‌های شعری از اشعار استاد رودکی در اجرای دانشجویان پیشکش حاضرین گردانیده شد. محمد جون بازار، عالم افروزی تقوی مراد، کلاب برای برنامه اطلاعاتی خبر.